بالاخره زدیم بیرون. بریم شراره رو تو شهر بچرخونیم. اول بریم پیش مرتضی رکابو صفر کنیم. برو بریم. الان خیلی نمیتونم رکاب صفر بزنم چون پیچ رکابام شله. یه تو شهری لاماشینی میریم. یه بغل به بغل با آینه رد کنیم. آجی فرمونو کوتاه کردیم خیلی بهتر شد. خیلی تاثیر داشت. ببین دنده ها عین باقلوا عوض میشن. مخصوصا دنده جلو سنگین یه اشاره میکنی میره. آی گرمه. چرا من الان ساعت 1 ظهر اومدم بیرون؟ چرا؟ چون وقت ندارم. چون باید بیام سریع ویدیو رو ادیت کنم. بانوی محترم سرم میندازه پایین رو میاد وسط. حاجی ما اگه طبقه جلو رو باز کنیم دیگه سرعت نمیتونیم بریم. خب میافتیم کف خیابون تر. بچه ها احتمال خیلی زیاد هفته‌ای 3 شب یا 3 روز بخوایم استریم بریم روی یوتیوب. قبلش تو چت تو گپ روبیکا اطلاع رسانی میکنم یا تو خود کامیونیتی تب یوتیوب. منتظر باشید، از دستش ندید. احتمال خیلی زیاد استریمامون رو بخوایم توشون حرکتای قرعه کشی طور رو از این کارا بکنیم. برنامه مشخصی ندارم، در همین حد فعلا بدونید. اوه تصادف شده، پس ما میندازیم رو جدول. ببین وقتی دو چرخه داشته باشیم چه این خیلی راحت. دعوا نکن. اوه دعوا سنگین شده اون طرف حاجی. وای حاجی لاستیکم کشید یه دست دوباره. لاستیکم کشید یه دست. لنتم این سگ چسبیده به لاستیک. بله رنگ بدنم رفت. باید واسم ترمز کمی شلش کنم، اصلا دو چرخه راه نمیره. سر این تصادف لامصب اومدیم بکشیم کنار. چه خبر؟ خوبی ردیفی؟ فدات شم عشق منی. چاکریم. سلامتی. بابا شراره پرچمش بالا هست. یه زحمت بکش اینا رو با کنیم، یه آچار بندازیم تو. خب رفتیم رکابمون رو صفر کردیم. مرتضی و بچه‌ها دیدم حاجی خیلی حال کردن و بیشتر از همه از این حال کردن که تو دهنی محکمی به کمپانی شکاری زدیم. حالا می‌خوایم بریم تو پارک. ویدیوهای وحشی. هم دلم می‌خواد وحشی بازی درارم، هم دلم نمیاد. فعلا تو مرحله‌ای هم که دلم نمیاد باش بپرم. همینطوری جیبو رد کنیم. اوه شانجمان رفت لا اسباک گیر کرد یه لحظه و این اصلا اتفاق قشنگی نیست. حالا مگه در میاد این لعنتی؟ آخ انگشتم. اوه زنجیرمون کج شد. همینو کم داشتیم امروز. آجی ساعت 2 ظهره. سگ پر نمیزنه اینجا که من اومدم. سگ. ولی اومدم خوام ویدیو بگیرم. باید سریع ادیتش کنم. برای فردا باید بره بالا. امروز بعد از ظهرم که استریم داریم آماده باشید. حاجی من رد دادم. من میخوام بزنم تو پله و برم پایین. پله و سنگ و فری میخوام برم پایین. ولی نه اون پلای همیشگی. میخوام بندازم اینجا، بندازم لا این درختا و این اتفاقات اینجا، برسم به آسفالت و بریم به سمت خونه. دلم هم نمیاد. شراره. ولی باید بریم دیگه. ما شراره درست کردیم که بریم وحشی بازی. لوس بازی تو کار ما نیست. میزان لایک و کامنتاتون خیلی ضعیف شده. بیا عینک بزن. چشت اذیت نشه. برو. فکر کنم دوربین رو زدم رو بین. باورت میشه من تا حالا اینجا رو ندیده بودم؟ یه سری بچه پله اینجا هست. بریم ببینیم اینا چی هن. اوه اینجا رو یک پرشک کوچیک. آها نایس. اینا رو بریم. برو. حاجی دوربین میخوره رو زین. شراره منو ببخش. من نمیتونم مثل آدم باشم.
حاجی راه زیاد داریم، کدومو بریم پایین؟ چپ راست؟ بریم یه لادرختی بریم از اونجا، نظرته؟ چقدر باحاله اینجا. نایس. اینجا رو کمی سرعتی بریم. اوه شت. این درخت تیغ داشت وگرنه توش رد می‌شدیم. خب اینجا هم که میخوریم به پرتگاه. آره زنجیر بسیار ضربه زده به اینجا، ولی این تیوبی که صبح بستیم کارو در آورده. نایس. سگه یه جوری خوشگل خوابیده تو سایه، آدم هست رویش میشه. اوه مای گودنس. از کجا بریم؟ از اون طرف نرفتم. میدونی چرا؟ چشم خورد اون دور دیدم یه دختر پسری با هم خلوت کردن زیر سایه درختا. ما به فال نیک میگیریم، دوستای خوبی ان اومدن یه کمی در دل بکنن، پس ما هم خلوتشون رو خراب نمی کنیم. یه چند تا پله ریز اینجا هست، فکر کنم از اینجا باید بریم. یه تک چرخ نزنیم؟ تچرخ پیچشی گزشی برشی. امروز به طرز عجیبی پام رو پدال در میره و این اصلا قشنگ نیست. اینجا برو بریم. خیلی وقت بود اینجوری تمرین نیومده بودیم. تمام دستم بی‌حس شد حاجی. دوچرخه شده عین دنبه. ببینیمش تو آفتاب. همه چی عالی. کمک ببین تا کجا کار کرده. اوضاع زنجیر چطوره؟ زنجیر و بدنه هم عالی. نایس. عمودنی ناز شستت چی درست کردی. بریم با تک چرخ بریم سمت خونه. بانی ها بزنیم. 1 2 یو. حالا بپریم پایین. نایس. حاجی ویدیو بعدی خداست. یه ویدیو متفاوته. با عمو سینا رفتم نوید پارک تهران، رفتیم تو پامپ ترک. اولین تجربه‌مه. ویدیوشو میذارم برات ویدیو بعدیه. ببین چطوره. دوست داری این سبک ویدیوها رو بگیرم و با بچه‌های حرفه‌ای بریم ویدیو این مدلی بگیریم؟ عمو سینا خیلی آدم خفنیه. یه دو چرخه چیزم داره، موندراکر اسپانیایی. اوف عروسک. ویدیو بعد از این ببینش. نظرتو حتما زیر کامنت اون بهم بگو. کوچه بومبست ما شده. حاجی شراره رو رنگ کردیم چقدر خوش تک چرخ شده. پشما. نگاه کن چی کار میکنه. الان تا هر جا دلم بخواد میتونم برم. نایس. فقط ترمز عقبم داغ کرده دیگه. سرعتگیر رو بریم بپریم اگه کویک بذاره. و پراید کوبیدم تو. نایس. دوربین رو بد زدم تو دوچرخه. بریم رو تک چرخ. 1 2 3. نایس. امیدوارم خونه هندونه داشته باشیم. بعد تمرین تنها چیزی که برای آبگیری بدن خوبه هندونه است. اگه آب زیاد بخوری املاح معدنی بدنت میره. هندونه خیلی خوبه. بریم تو خیابون تک چرخش کنیم. اینجوری فایده نداره. سلام گل. عمودنی از جنس مردم. 1 2 3. داشتم از عقب میافتادم. ترمز عقبم هیچی نگرفت. لامصب. نایس. حاجی الان تایمیه که همه دارن نهار میخورن یا خواب. تا چرخ میزنیم. دهنت سرویس مرد. حاجی اون جدوله رو میخوام بپرم اگه ماشین نیاد. 1 2 3. نایس. اینو بپریم. یس.
وای عاشق این فری راید رفتنم تو شهر. بی کله بری تو شهر. شهر رو برام ببخش، تازه رنگ شدی ولی چاره ای ندارم. وای خیلی خسته بودم، سرعتم هم کم بود. طوری نیست. بخواب مرد، بخواب که خوب خوابیدی. واسه عمودنی پارس نکن. عمودنی خودش یه سگی درون داره. دیگه نوع ندارم. زینو بیارم بالا. باید رکاب پیرمردی بزنم. با انرژیمو نگه دارم بتونم الان برم ویدیو رو ادیت کنم. فردا ویدیو باید بیاد بالا. لایک و کامنت یادت نره. ماچ به کلت. بله رسیدیم پشت در. برق نیست، کلیدم نداریم. آتی میخواد کلید بندازه پایین. الان چطوری؟ بنداز. آوچ. انگشتم با این همه کلید ترکید. دست کن بده. یه برنامه ببینید.